جون بچت کوتاه بیا. بابا ندارم. من این چیزا حالیم نیست. یا همونی که گفتم و میذاری رو اجاره یا تخلیه. چیه؟ نکنه چون اجاره رو بردم بالا میخوای ببری؟ طوری که دوست دارم ببرم، ولی اگه یکم دیگه ادامه بدیم بنده خدا سکته میکنه باید ببرم. داداش مالمه، اختیارشو دارم. به خاطر اوضاع شخمی اقتصاد مملکت خونت 3 برابر شد. نوش جونت دیگه. دردت چیه؟ اجاره خونه رو چرا 3 برابر میکنی؟ اون کارگر و کارمند بدبخت چه گناهی کردن؟ حقوق اونا که 3 برابر نشده. خودتو بذار جای مستاجرت. یکم انسان باش. میری یا باشه چی شد؟ داره متحول میشه. دوست خوبم، امسال هر چقدر که در توانت هست بذار روی اجاره. آفرین حالا شد.